در پایتخت فدراسیای روسیه شهر مسکو مسابقه انعنوی جام جهان اوید به سامبو برای دریافت جایزه اساسگذار گشتنی سامبو آناتولی خارلامپیوف برگزار گردید که ورزشکاران تاجیکستان به دریافت دو نشان مشرف گردیدند. روزهای 22 و 23 март در شهر مسکو فدراسیای روسیه مسابقه جام جهان نوید به سامبو به خاطر آناتولی خارلامپیوف برگزار شد که گشتنگیران تاجیک نیز در آن شرکت ورزیده با گرفتن مقام‌های افتخاری دست یافتند. قهرمان جهان نوید به سامبو در سال 2018 خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلوگرم بر ورزشگر голландия نیاک لانرس با حساب کلان ظفر یافت. در دور دوم نیز خوشقدم با ورزشگر استونیا وادیم فومین خوازمایی نموده و پیروزی مشرف گردید. در ادامه مسابقه خوشقدم خسروف از ورزشگر میزبان ولادیمیر березовский که بعدا غالب وزن 62 کیلوگرم این مسابقه گردید مغلوب شد. خوشقدم همچنین برای جای سوم نماینده مغولستان اونوبول لهگاوجامستро شکست داده برنده نشانی برنجی مسابقات با نفوذ گردید. همزمان ورزشگر دیگر اما بختیار عبداللویف در وزن 100 کیلوگرم در نمود سامبوی رزمی نیز سزاوار مدال برنجی این مسابقه گردید.